فیروزجان فرزند کانونی آوازخوان شناخته تاجیک، هنرمند مردمی تاجیکستان، حیاتای مومنووا صبح جمعه 6 ینور سال 2023 از عالم چشم پوشید. به گفته نزدیکانش فیروزجان تقریبا 2 سال آخر از بیماری قلب رنج می برد. درباره درگذشت فرزند حیاتای مومنووا خبرنگار و شاعر تاجیک آرزو ایسایف در فیسبوک خبر داد. درگذشت فرزند حیاتای مومنووا در حالی است که همگی 2 هفته پیش این آوازخوان محبوب ترانه‌های مردمی و استاد دانشکده فرهنگ و هنر تاجیکستان به سن مبارک 60 رسیده بود. حیاتای مومنووا 24 دکبر سال 1962 در ریگر حالا ترسونزاده به دنیا آمده در مکتب موسیقی رباب نوازی و آوازخوانی را آموخت و بعد اجرای ترانه بخت جاویدان در آزمون جمهوریوی بوستان دو همچون آوازخوان جوان آینده‌دار نام برآورد. در پایان سالهای 80 وقتی که استاد ظفر ناظم حیاتای مومنووا را به انسامبل نفتشکیل فولکلوری و اتنوگرافی گنجینه دعوت کرد، او علاقه در وادی ایثار یک آوازخوان شناخته و مطرح بود که با خواندن ترانه‌های مردمی در دل مردم جای خود را پیدا کرده بود. اهل اداره پایگاه خبری بامداد با آوازخوان محبوب حیاتای مومنووا درگذشت فرزندش را اظهار تسلیت گفته برای مرحوم از درگاه خداوند رحمت و مغفرت و برای اپای حیاتای و پیوندانش صبر جمیل می طلبد.